به نام و یاد خدای مهربان. همکارای عزیز، بازم خوش آمدین به سلسله مادیول سلف پیست ما شما به برنامه آگاهی از امنیت دیجیتال، به سلسله ویدیوهای ما شما مادیول 4 جلسه 4.4 روش های امنیتی پیشرفته و موضوعی که امروز ما شما درباره از صحبت کردیم ابزارهای همکاری امنی است که معمولا در ساحات کاری ما شما بعضی ابزارها و یا هم طریقه ها و یا هم روش ها و تکنیک هایی است که به شکل امن ما میتونیم همراه همکارای خود همکاری بکنیم، که جدول محتویات و فهرست مطالبی که ما شما درباره از صحبت کردیم، همکاری ایمن صحبت کردیم که معمولا در یک سازمان ما شما در یک دیپارتمنتی که هستیم چطور بتوانیم به شکل ایمن همراه همکارای خود همکاری را انجام بدیم. ابزارهای همکاری امن ما شما صحبت کردیم، انتخاب ابزار همکاری مناسب که ما شما میتونیم از کدام اپلیکیشن به خاطر همکاری ایمن خود استفاده کنیم. این موضوع را ما شما تحت بررسی قرار خواهیم داد. بهترین روش ها برای همکاری ایمن کدام روش ها را ما شما میتونیم به خاطر که یک همکاری ایمن، یک محیط امن به خاطر همکاری را ایجاد کنیم استفاده بکنیم. و در اهداف یادگیری ما شما همکارای عزیز در این جلسه با مفهوم همکاری امن، ابزارهای مختلف مورد استفاده برای همکاری امن و همچنین بهترین روش ها و هم شیوه ها برای همکاری امن انشالله که آشنا خواهد شدیم. و در پایان این جلسه ما شما درک خواهد کردیم که همکاری امن یعنی چی و کدام ابزارها و هم روش های مختلف ما شما میتونیم به خاطر ایمن سازی و یا هم همکاری ایمن ما شما میتونیم استفاده کنیم تا که یک محیط امن به خاطر همکاری و یا هم برای اجرای کارهای ما شما استفاده کنیم. خب همکارای عزیز، من یک تعریف خود داشتم به همکاری ایمن که همکاری ایمن یعنی چی. همکاری ایمن به فرایند کار موثر با یکدیگر بر روی پروژه ها، وظایف یا اسناد و در عین حال حصول اطمینان از حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن و یکپارچگی اطلاعات مشترک است. معمولا همکارای عزیز، ما شما در هر سازمانی که هستیم پروژه هایی که ما شما بالای از کار میکنیم به خاطر از این که یک محیط امن ما شما فراهم کنیم و اطلاعاتی که ما شما مثلا همراه اعضای تیم خود تبادله میکنیم یا از طریق اپلیکیشن ها و یا هم از طریق وسایل های دیجیتالی با هم ارتباط هستیم، ما شما باید طریقه های امن از لحاظ امنیت دیجیتالی یا امنیت سایبری مد نظر بگیریم تا بتونیم یک محیط امن به خاطر همچون ارتباطات خود برقرار کنیم. پس این ساحه امن که ما شما برقرار میکنیم به خاطر ارتباطات خود، این را به نام چی یاد میکنن؟ به نام همکاری ایمیل. این شامل چی شده میتونه؟ کانال های ارتباطی هم. مثلا شما اگر کانال های سیگنال استفاده میکنیم، تلگرام استفاده میکنیم یا واتساپ استفاده میکنیم، ما شما باید به یک شکل امن اونها را استفاده کنیم و اطلاعاتی که ما شما معمولا همراه دیگرها اشتراک میگذاریم باید اونها را رمزگذاری کنیم. افرادی که مثلا به او گروپ ها و یا هم به او اکانت های ما دسترسی دارن باید اونها را دسترسیشان کنترل کنیم و سایر اقداماتی که ما شما در سیشن های ترینینگ آنلاین و یا هم ترینینگ های حضوری ما شما درباره از صحبت کردیم، ما باید او تکنیک ها را به خاطر از این که بتانیم ارتباطات ما شما را به شکل امن برقرار کنیم اینها را به نام چی یاد میکنن؟ به نام همکاری. همکاری ایمن با افراد یا تیم های امکان میدهد بدون توجه به موقعیت فیزیکی یا دستگاه هایی که استفاده میکنن در یک محیط امن مقابل اعتماد با یکدیگر چی کنن؟ همکاری کنن. همکاری عزیز، اگر در ذهنتان باشه ما شما یک کاری عملی را هم انجام داده بودیم که شما چطور میتونین لوکیشن اپلیکیشن ها را آن بسازین یا آف بسازین و یا هم دسترسی از اونها را محدود بسازین. همیشه کوشش کنین همکار عزیز هر اپلیکیشنی که با موقعیت شما یا با مکان شما دسترسی دارن اونها را محدود بسازین. اونها را به قسم محدود بسازین که شما آپشن انتخاب کنین که همزمان وقتی که شما اپلیکیشن استفاده میکردین دو زمان موقعیتتان دسترسی داشته باشه، در غیر از او صورت به موقعیت شما دسترسی نداشته باشه. یک موضوع بسیار مهمی بود. به خاطر از اینکه ما شما یک محیط امن ایجاد بکنیم کوشش کنیم که مکان فیزیکی ما شما باید به افراد غیر مجاز یا ناآشنا واضح و معلوم
نباشه. خب همکار عزیز، اهمیت همکاری هم برای سازمان های حقوق زنان، یک سازمانی که معمولا کارها و یا فعالیت های محرمانه می داشته باشند، اهمیت برقراری همچون محیط ایمن چقدر اهمیت داره یا چقدر مهم است که چندین نقاط از دی بخش که حفاظت از اطلاعات حساس. معمولا در این سازمانی که ما شما کار میکنیم اطلاعات بسیار محرم و اساسی است که ما شما روزانه اونها را همراه همکارای ما شما در اشتراک میگذاریم. پس به خاطر از اینکه اونها را به یک شکل امن ما شما همراه دیگرها به ارتباط بگذاریم، ما شما باید از اپلیکیشن های ایمن مثلا پروتون میل استفاده کنیم به خاطر فرستادن ایمیل خود و هم برای فرستادن مسیج ما شما میتونیم از سیگنال استفاده کنیم و همچنان انکریپشن، یعنی قبل از اینکه ما شما او داده و یا فایل های محرم خود همراه دیگر را شریک بسازیم باید اونها را رمزگذاری کنیم و بعد از اون میتونیم اونها را شریک بسازیم. نقطه دوم یا اهمیت دوم، محافظت در برابر تهدیدات آنلاین. اسمی که من براتون چندین بار تکرار کردم همکارای عزیز، دنیای دیجیتال یا دنیای تکنولوژی یک دنیای بسیار بزرگی است. به میلیون ها به میلیارد ها افراد ناآشنا میتونه که در این دنیای مجازی داده های خود تبادله کنند. پس وقتی که ما شما این داده های خود به همچون فضای مجازی ما شما میفرستیم، اگر از لحاظ امنیتی ما نقاط امنیتی را مد نظر نگیریم، خدای نخواسته افراد غیر مجاز که به میلیاردها افرادی از این دنیا میتونه به داده های ما شما خدای نخواسته دسترسی پیدا کنن و اونها از داده های ما شما سوء استفاده قرار کنن. پس به می خاطر همکارای عزیز، قبل از اینکه شما از همچون سهولت های آنلاین استفاده کنین، اول باید شما تنظیمات حریم خصوصی را درست تنظیم بسازین و قبل از اینکه شما همچون اطلاعات اساسا به اشتراک بگذارین، کوشش کنین که از یک راه امن اونها را همراه همکارایتان چی بسازین؟ شریک بسازین. اهمیتی دیگه که ما شما باید به خاطر همکاری ایمن در نظر داشته باشیم، اصول اطمینان از رازداری. مثلا همکارای عزیز، شما یک راپور بسیار محرم میخواین همراه عضو یک تیمتان شریک بسازید. بعضی اوقات حتی بین دپارتمان ها هم شاید بعضی راپورها چی باشه؟ محرم باشه. پس به خاطر از این که دو راپورتان کسی تغییرات نبیاره و یا هم محتویات از اونها را تغییر ندهند، پس ما شما باید اونها را به یک شکل امن همراه دیگران شریک بسازیم و این را مطمئن بسازیم همراه فردی که ما این معلومات شریک میسازیم و فرد مورد هدف و یا هم امو فردی است که ما ضرور و یا هم باید همراه از او اطلاعات شریک بسازیم. اسم نشه مثلا که شما میخواین معلومات همراه یک شخصی که مورد هدفتان است همراه از او به اشتراک نگذارین و با یک فرد غیر مجاز اونها را به اشتراک بگذارین و خدای نخواسته باعث ازی شود که مثلا از او راپور محرمتان شود، پرده برگذاشته شود و خدای نخواسته او معلومات محرمتان به دیگران شود، فاش شود و یا هم به دسترسی از اونها قرار بگیرین. خب همکارای عزیز، ابزارها و پلتفرم هایی که ما شما میتونیم به خاطر ارتباطات ایمن اونها را استفاده کنیم، بعضی از این پلتفرم ها را در سیشن های آنلاین و حضوری هم براتان معرفی کرده بودم. یک مرور دوباره هم براتان میکنم که شما به خاطر از این که ارتباطاتتان امن باشه و از دسترسی افراد غیر مجاز شما در امن باشین، شما میتونین از این نرم افزارها و یا هم افزارها به خاطر برقراری ارتباطاتتان استفاده کنین. اگر شما ایمیل میفرستین و یا هم مسیج میفرستین و یا هم معمولا تماس ها می داشته باشین، شما باید از پلتفرم ها و یا هم از ابزارهایی که از لحاظ امنیتی اونها خوب هستن، شما میتونین از اون ابزارها به خاطر ارتباطاتتان استفاده کنید. خب ما بعضی ها را براتون معرفی میکنیم که یکی از اونها مایکروسافت تیمز است. همکارای عزیز، مایکروسافت تیمز یک پلتفرمی است که معمولا ما شما به خاطر اشتراک گذاری فایل های و یا هم فرستادن پیام ها، به خاطر کنفرانس های ویدیویی و همچنان ابزارهای مدیریت پروژه ما شما میتونیم از مایکروسافت تیمز استفاده کنیم که بعضی اوقات حتی افراد بیرون از سازمان ما شما میتونیم از طریق تیمز ملاقات داشته باشیم همراه از اونها و یا هم همراه از اونها ما شما
پلان کاری خود شریک بسازیم که یک بهترین اپلیکیشنی است که توسط مایکروسافت 365 طراحی شده و به بازار عرضه شده که از طریق از این سازمان ها بسیار کارهای خود سهولت بخشیدن و اونها به شکل مؤثر میتونن همراه کارمندای خود و یا همکارای خود ارتباط باشند تا از جریان از او پروژه و یا هم پلانگذاری از او پروژه و یا هم مشکلاتی که مثلا معمولا می باشه از طریق از این پلتفرم با هم چی میسازند شریک میسازند که یکی از پلتفرم های بسیار محبوب و مشهوری است بین کارمندان که سر و کارشان همراه ارتباطات اینترنتی می باشه. پلتفرم دیگه که ما براتون معرفی میسازم همکارای عزیز گوگل ورک سپیس است. گوگل ورک سپیس که قبل نامی از جی سیوت بود، این معمولا به جی سیوت مشهور بود و مردم اینها را به نام جی سیوت میشناختند. این هم یک مجموعه تولیدی مبتنی بر خدمات کلاود است همکارای عزیز که معمولا افراد یک سازمان یا یک ارگانیزیشن و یا هم یک کمپانی تمامی مثلا پلان پروژه را، راپورش، مثلا حاضری کارمندا و یا هم همچون اطلاعات دیگه را که همراه همکارای خود ارتباط میگذاشتن اینها معمولا در بکاپ جابجا میشدن و هر کس یا افراد مجاز، البته افرادی که مجوز می بودن و ادمین به اونها اجازه دادن میتونستن از او اطلاعات از کلاود اینها چی کنن دسترسی پیدا کنن و اطلاعات اونها دانلود کنن، اپلود کنن و هم تغییرات بهشان بیارن. و معمولا به خاطر ذخیره سازی فایل ها، ابزارها معمولا در زمانی که مثلا یک کانفرانس می باشه و یا هم یک ویدیو کال است و اونها میخواد که پلان پروژه را مثلا صحبت کنن، اونها میتونستن که این راپور در امو زمانی که مثلا این میتینگ برگزار بود میتونستن از کلاود اونها را دانلود کنن، تماشا کنن یا با شکل آنلاین میتونستن که در محتویات از تغییرات بیارن، ادیشن بیارن، اونها را چی بکنن سیو کنن. و همچنان به خاطر کانفرانس های ویدیویی هم از جی سیوت و یا هم گوگل ورک سپیس استفاده میکنن که به شکل بسیار مؤثر برای سازمان ها زمینه های بسیار خوبی را فراهم ساختن. اونها میتونن همراه همکارایشان جریان پروژه و یا هم عملی ساختن پروژه اینها چکنن استفاده کنن. این پلتفرم ویژگی های امنیتی پیشرفته مانند رمزگذاری. همکارای عزیز ورک سپیس معمولا وقتی که همچون اطلاعات شما همراه همکارایتان در ارتباط گذاشتین اینها end to end encrypted بودن، یعنی به شکل رمزگذاری شده اطلاعاتتان همراه دیگران چی میشد شریک میشد. نقطه بعدی تایید هویت، یعنی معمولا کسانی که مثلا یوزرنیم و پسورد بر اونها ساخته شده بود، اونها اگر میخواستن که به اطلاعات دسترسی پیدا کنن صرف با ما یوزرنیم و پسوردی که اینها جواز داده بودن و هم اجازه داده بودن که به اطلاعات دسترسی داشته باشن، صرف او افراد میتونن چی کنن دسترسی پیدا کنن. نقطه بسیار مهمی دیگه ای که گوگل ورک سپیس ارائه داره او چی است؟ تایید هویت دو مرحله‌ای و یا هم two factor authentication. مثلا اگر تو یوزرنیم و پسورد وارد ساختی به خاطر از یک مطمئن بسازه که تو مالک از یک اکانت هستی، به نمبرتان و یا هم به اکانتتان یک مسیج میفرسته تا تایید بسازه که دبل تایید بسازه یا یک لایه امنیتی دوم اضافه بسازه تا که از دسترسی افراد غیر مجاز داده های ما شما چی باشه در امن باشه. همکار عزیز پلتفرم دیگه که ما براتون معرفی میکنم به نام سلک است. سلک هم یک پلتفرم پیام رسانی است همکارای عزیز که معمولا ما شما میتونیم این اپلیکیشن به خاطر فرستادن پیام ها استفاده کنیم که خواص رمزگذاری را اینها دارن. خواص رمزگذاری از اینها سرتاسری است. مثلا اگر شما همراه A همراه B مثلا مسیج میکنن، اینها تا هر وقتی که مثلا از این اپلیکیشن اسلک استفاده میکنن ارتباطات از اینها خود بودن end to end encrypted بود. این به تیم ها اجازه میدهند تا در کانال ها ارتباط برقرار کنند، فایل ها را به اشتراک بگذارند، با ابزارهای دیگر ادغام شوند و در پروژه های
در یک محیط امن چی کنن؟ همکاری کنن. اگر مثلا معمولا ما شما به خاطر پیشبرد کارهای خود و یا هم به خاطر اپدیت نمودن همکارای خود از تطبیق از این پروژه، ما شما مثلا معمولا گروپ های واتساپ میسازیم یا تلگرام میسازیم یا سیگنال میسازیم. اما اگر شما از پلتفرم اسلک استفاده کنین، این یک محیط امنی است که شما مثلا میتونین همکارایتان در یک گروپ در پلتفرم اسلک یک جا بسازیم. تمامی اطلاعات، جریان پروژه ها، مشکلات و یا هم بعضی چالش هایی که شما روبرو میشین میتونین در گروپ هایی که از پلتفرم اسلک استفاده کردین به شکل امن این ارتباطاتتان چی بکنین؟ برقرار بکنین. موضوع و یا پلتفرم بعدی همکار عزیز به نام تریلو است. تریلو هم یک ابزار مدیریت پروژه است که تیم ها را قادر می سازد تا وظایف را سازماندهی کنند. همکار عزیز معمولا تریلو به خاطر از این که فعالیت های کارمندای ما شما در یک پروژه، مثلا در یک پروژه چندین کارمند ما شما می داشته باشیم، به خاطر از این که ما شما کارهای از اونها را مدیریت بکنیم، فعالیت های از اونها را ما شما تحت بررسی داشته باشیم، میتونیم از این اپلیکیشن استفاده کنیم که یک اپلیکیشن بسیار خوبی است و ما شما میتونیم که فایل هایی که مثلا در این گروپ ها و یا هم در این پلتفرم ما شما شریک میسازیم به شکل عام میتونیم که همراه همکارای خود که اعضای تیم ما شما است به شکل عام همراه از اونها چی بسازیم؟ شریک بسازیم. پلتفرم بعدی ما شما همکار عزیز به نام دراپ باکس است. دراپ باکس بزنس یک پلتفرم ذخیره سازی کلاود است. معمولا این خدمات کلاود ما شما بر ما شما ارائه میسازه که ما شما میتونیم به خاطر اشتراک گذاری امن فایل ها از این پلتفرم استفاده کنیم. همگام سازی فایل ها و ابزارهای همکاری را برای تیم های ارائه میدهد که مثلا معمولا اگر ما شما مثلا در تطبیق پروژه خود در پلان پروژه خود یک تغییرات می داشته باشیم، بجای از اینکه مثلا ما به هر فرد به تک تکشون مسیج کنم، ما میتونیم از طریق می پلتفرمی که در گوگل کلاود مثلا ما یک راپور شریک بسازم امرایشان و از طریق ایمیل ها برشان نوتیفیکیشن ما بفرستم که مثلا ما فایلی که در دراپ باکس بزنس اپلود کردیم شما تمامی تان مثلا اینپوت خود وارد بسازین و یا هم معلوماتی که شما خواستین اونها را شما ارائه بسازین. پس بجای از اینکه ما به تک تکشان راهنمایی کنم میتونم که در عین زمان به مو فایل داده ها و یا هم معلوماتی که از اونها خواستیم اونها چی کنن؟ ارائه بسازن. خب همکار عزیزی پلتفرم هایی بود که ما شما میتونیم به خاطر یک محیط امنی که به خاطر تبادله نظریات خود و هم تبادله پیام های خود ما شما میتونستیم از این پلتفرم ها چی کنیم؟ استفاده کنیم. موضوع بعدی ما شما انتخاب ابزارهای همکاری مناسب. پس ابزارها بسیار زیاد است همکارای عزیز. ما شما نظر به ضرورت سازمان ما شما با پروژه ما شما میتونیم که یک ابزار مشخص ما شما تعیین بسازیم. پس به می دلیل ما باید چندین دلایل ما براتون واضح میسازم که نظر به ضرورت سازمانتان شما میتونین از اون پلتفرم ها چی کنین؟ استفاده کنین. اولا استفاده از ابزارهای مناسب میتواند با ساده سازی ارتباطات و گردشکار در یک تیم به بهبود کاری و بهره وری شو کمک کنه. مثلا ما شما نقطه اول ما شما باید چی باشه که ارتباطات ما شما باید چی باشه؟ امن باشه. یعنی داده هایی که ما به اشتراک میگذاریم باید افراد غیر مجاز به اونها دسترسی نداشته باشند. دومی که برای شخصی که مثلا مدیر از پروژه باشه، کنترلر از پروژه باشه، باید برای از او همکاری و کمک کنه که کار از او بسیار شو و موثر باشه و سهولت ها را برای اونها چی کنن؟ فراهم کنن که میتونه به صرفه‌جویی در زمان، مثلا بجای از اینکه هر فرد جدا جدا کنترل کنه میتونه که از طریق از او ابزار و یا هم از او سافت‌ویر تمامی اعضای از او تیم چی داشته باشن؟ کنترل داشته باشند. علاوه بر این ابزارهای همکاری مناسب همچنین میتواند به تقویت حس اتحاد و کار گروهی در میان اعضای تیم چی کنند؟ کمک کنند. یعنی ذهن اونها آرام خواد بودن داده هایی که مثلا ما از طریق از این پلتفرم شریک میسازم این به شکل امن است و افراد غیر مجاز به اینها چی ندارن؟ دسترسی ندارن. پس به می خاطر کارمندای ما شما راحت هستند، ذهنن روحن اونها آرام هستند
و اونها میتونن که فوکس کلیشان بالای پروژه خود بکنن تا کارها را به شکل مؤثر چی کنن انجام بدن. پس همچنان انتخاب ابزار مناسب میتواند به اطمینان حاصل شود که همه در یک صفحه هستند. مثلا بعضی اوقات ما شما از احوال اعضای تیم خود خبر نداریم که اونها بالای چی کار میکنن، جریان از چی قرار است، تا کجا پیش رفتن، کدام مشکلات رو روبرو شدن. از بجای از این ما شما باید در یک پلتفرم باشیم، از احوال هر یکی ما شما اگر با خبر باشیم که جریان یا پروگرسی از او پروژه ما تا کدام حد است، کدام مشکلات رو روبرو شدن، کدام چالش ها رو روبرو شدن، تمامیشان میتونن که در یک پلتفرم تمامی اپدیت ها رو اینها چی کنن ارائه بسازن. خب همکار عزیز، موضوع بعدی که درباره از اون ما براتون صحبت خود کردم، ارزیابی ویژگی های ابزار و اقدامات امنیتی. ما براتون بعضی ویژگی های که یک ابزار اگر ما شما میخوایم به خاطر سهولت کارهای خود انتخاب کنیم، اونها باید چندین ویژگی داشته باشه که ما شما باید مد نظر بگیریم. اونها شامل چی است؟ رمزگذاری. وقتی که ما یک پلتفرم یا یک اپلیکیشن انتخاب میکنیم، اولین نقطه‌ای که ما شما باید متوجه از او باشیم او چی است؟ رمزگذاری. ما شما باید مطمئن بسازیم این اپلیکیشن یا پلتفرمی که ما استفاده میکنم، داده هایی که ما شما همراه همکارای خود به اشتراک میگذاریم اونها باید رمزگذاری شده باشه. یعنی ما باید مطمئن بسازیم که صرف ابو فرد مورد هدف ما به داده ها دسترسی داشته باشه و از دسترسی افراد غیر مجاز دیده های ما باید چی باشه؟ در امن باشه. یک نقطه ای است که ما باید مد نظر بگیریم. نقطه دوم، نقطه بعدی، کنترل های دسترسی. پلتفرمی را که من انتخاب میکنم ما باید قادر به این باشم که کنترل دسترسی افراد در این تیم و یا هم در این پلتفرم چی بتانم؟ ما باید تنظیم بتانم. بخاطر که ما صرف میخوایم افراد مجوز، افرادی که اعضای تیم ما باشن، افرادی که مثلا اونها شناسا باشن، ما به اونها کنترل بتم و مثلا در تیم ما هم شاید رول ها فرق داشته باشه. مثلا یکی مدیر است، مثلا یکی کارمند عادی است، یکی مشتری است. پس تمامیشان باید به شکل لازمی بر اونها دسترسی داده شود. مثلا مدیر ما باید به تمامی راپور دسترسی داشته باشه، راپور مثلا میتونه دیلیت کنه، ایدیت کنه، تغییرات بیاره. اما یک کارمند عادی باید محتویات از راپور تغییر داده نتونه، چرا شاید یک کسی سوء قصد و یا هم اشتباهی بعضی معلومات اساس از او راپور چی کنن؟ دیلیت کنن. پس به می خاطر وقتی که شما پلتفرم انتخاب میکنین باید نقطه دومی که کنترل های دسترسی است این را مد نظر بگیریم که شما باید دو اپلیکیشن قادر به باشین که دسترسی افراد مجاز و غیر مجاز شما چی کنین؟ کنترل کنین. موضوع بعدی، احراز هویت. شما باید به دنبال همچون نرم افزارهای باشیم که اونها احراز هویت چند مرحله‌ای را بر ما ارائه میکنن، یا تو فاکتور اتنتیکیشن. این یک لایه دومی امنیتی است که به اپلیکیشن های ما شما ارائه میسازن. پس ما شما وقتی که یک پلتفرم انتخاب میکنیم ما شما باید مطمئن باشیم که اونها از چی استفاده میکنن؟ از تو فاکتور اتنتیکیشن. پشتیبانگیری از اطلاعات. همکار عزیز، یک موضوع بسیار مهم. ما شما باید یک پلتفرم را انتخاب کنیم که اونها قادر به این باشه که از داده های ما شما چی بگیرن؟ پشتیبانگیری بگیره یا از اون بکاپ بگیره. چرا بعضی اوقات خدای نخواسته به دلیل با هر دلیلی که باشه، مثلا من موبایل خود از دست دادم یا کامپیوتر خود از دست دادم، باید داده های اساس ما از دست داده نشه. او دمو پلتفرم باید چی باشه؟ بکاپ باشه. وقتی که من وسیله جدید خریداری کردم یا به دست آوردم، دوباره به اکانت خود لاگین شوم و او داده های خود دوباره چی بسازم؟ ریکاور بسازم. پس یک افزار را باید انتخاب کنیم که سهولت های چی را برای ما شما فراهم بسازه؟ پشتیبانگیری را. موضوع بعدی همکار عزیز، مطابقت است. یکی از موضوع بسیار مهمی است که مثلا ما در سازمان از خود قوانین داریم. این قوانین ما چطور بتونم که در پلتفرم عملی بسازم؟ پس ما باید یک پلتفرم را انتخاب کنم که قوانین و مقررات کمپانی خود بتونم در او به سادگی چی بسازم؟ عملی بسازم. موضوع بعدی همکار عزیز، کارایی است. کارایی به این معنی است که ما یک پلتفرم را که انتخاب میکنم
نظر به ضرورت ما، آیا این ضرورت ما را فراهم میسازه یا نمیسازه. موضوع بسیار مهم. دوم، از لحاظ استفاده باید آسانتر باشه. این یک پلتفرمی نباشه که استفاده از او هم سختتر باشه. درست؟ چرا بعضی همکارای ما شما شاید علم زیاد نداشته باشه که از اصولت ها استفاده کنه، اما باید به قسم ساده باشه که با یک روز ترین کردن اونها قادر باشه که از این اصولت های از این پلتفرم چی کنن؟ استفاده کنن. موضوع و نقطه بسیار مهم چی از دقت است. پلتفرمی که من انتخاب میکنم اونها باید با خدماتش بسیار دقت کنم. مثلا یک چیزی نباشه که مثلا من بر از او یک اینپوت میتم و اوتپوت ما یک چیزی خلاف اینپوت اصلی باشه. مثلا ما برش بگویم یک جمع یک مساوی به چند میشه؟ به 2. اما سیستم باید بر ما 3 نسازه. پلتفرم رو انتخاب کنم که مثلا تمامی فعالیت ها و یا هم خدماتی که بر ما ارائه میکنه او خدمات و او اوتپوت ها باید بسیار چی باشه؟ دقیق باشه. موضوع بعدی همکار عزیز مقرون به صرفه بودن. با انتخاب ابراز مناسب برای کار، سازمان ها می توانند از هدر دادن منابع برای ابزارهایی که غیر ضروری هستند یا برای موارد استفاده خاص مناسب نیستند جلوگیری کنند. پلتفرمی که ما انتخاب میکنیم همکار عزیز، اول ما باید ضروریت خود ببینیم. ما چی نوع پلتفرم ضرورت دارم؟ ما کدام نوع پلتفرم ضرورت دارم؟ مثلا یک پلتفرمی که مثلا ما بتونم 20 اعضای گروپ در اونها چی بسازم؟ اد بسازم. 20 از اون مثلا فکر کنیم به $20 بر ما ماهانه خدمات ارائه میکنم. اما ما نظر به ضروریت خود باید همچون یک پلتفرم را خریداری کنم که صرف 20 اعضای گروپ ها بتونم دوت کنم. اما اگر شما مثلا میگین که نیست اعضای گروپ ما 20 نفری است و ما پلتفرم 100 نفری را خریداری میکنم، این ضرورت نیست. این اسراف است کار عزیز. پس نظر به مو ضروریت خود ما شما باید پلتفرم هم چی بسازیم؟ انتخاب بکنیم. با خبرتان گفتم که ما شما باید بتانیم که قوانین و مقررات کمپانی خود در او پلتفرم و یا هم در او نرم افزار یا افزار ما شما قادر به باشیم که اونها را چی بسازیم؟ عملی و یا هم پیاده بسازیم. نقطه بسیار مهم، نقطه بسیار اهمی است همکار عزیز کوچی است، امنیت است. چرا از طریق از این پلتفرم ما بالای از اعتبار کردیم ما داده های بسیار محرم شاید به هم در این پلتفرم ما تبادله بسازم. ما دیتا های بسیار محرم شاید در این پلتفرم چی بسازم؟ ذخیره بسازم، بکپ بگیرم و یا هم بالای از اعتبار کنم و همراه از طریق همین کانال ها همراه همکارای خود این داده ها را ما چی بسازم؟ شریک بسازم. پس امنیت یکی از اولویت های بسیار مهمی است که ما وقتی یک پلتفرم انتخاب میکنیم که به خاطر سهولت کار ما و یک همکاری امن که بر ما ارائه میکنه، امنیت از او در اولویت است. ما باید پلتفرم قبل از اینکه انتخاب میکنم یا او را خریداری میکنم باید مطمئن بسازم که این اپلیکیشن از لحاظ امنیتی بسیار چی است؟ مؤثر است. همکار عزیز، موضوع بعدی عمل کرد است. انتخاب ابزار مناسب برای یک مورد خاص میتواند به بهینه‌سازی عملکرد چی کند؟ کمک کند. مثلا ما شما وقتی یک پلتفرم انتخاب میکنیم اصل هدف ضرورت ما شما را باید بفهمیم. مثلا این پلتفرمی که من میخرم یا خریداری میکنم آیا این کاری که هست این را برای من انجام میده یا کار دیگر انجام میده؟ پس باید عملکرد از اون ما شما مد نظر بگیریم و نظر به مو ضروریت ما شما باید یک پلتفرم را انتخاب کنیم که بتونه کار مورد هدف ما شما را به چی کنه؟ به پیش برسونه. خب همکار عزیز، بهترین روش ها برای همکاری ایمن چندین روش ها را ما شما میتونیم استفاده کنیم که ما براتان روش ها را واضح میسازم که معمولا کنترل های دسترسی و مدیریت کاربر اجزای مهم اقدامات امنیتی هر سیستم یا سازمان هستند که ما شما باید افراد مجاز از صرف دسترسی به محیط کاری ما شما بتیم و افراد غیر مجاز باید به محیط ما شما دسترسی نداشته باشه. چرا شاید ما دو محیط و یا هم دو پلتفرم و یا هم دو سافتویر و یا هم دو افزار ما شاید بعضی داده های بسیار حساس تبادله بکنیم. پس به این خاطر ما شما باید از دسترسی افراد غیر مجاز جلوگیری بکنیم و اطمینان از این که
افراد مناسب سطح مناسبی از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود را دارند کمک میکنه. از به می خاطر ما شما وقتی که یک پلتفرم و یا هم یک سافتویر انتخاب میکنیم ما شما باید از لحاظ امنیتی بسیار دقیق باشیم و خود مطمئن بسازیم که این سافتویر یا این پلتفرم برای ما شما تمامی تدابیر امنیتی رو چی میکنن؟ رعایت میسازن. کنترل های دسترسی یکی از موضوعات بسیار مهمی است همکار عزیز. قبل از اینکه ما شما یک پلتفرم انتخاب کنیم باید اونها سهولت چی را داشته باشن؟ کنترل دسترسی باشه. از سوی دیگر مدیریت کاربر شامل مدیریت حساب‌های کاربری و مجوزها در یک سیستم است. مثلا ما چندین کاربری که دارم ما مثلا بر اونها یوزرنیم و پسورد ساختیم، یعنی کسی که لاگین میشه صرف او افراد میتونه لاگین شود که ما در دیتابیس مثلا اعضای تیم ما هست. یک فرد بیرون از سازمان ما باید قادر به این نباشه که به سیستم ما دسترسی پیدا کنن و از داده های محرم ما خدای نخواسته اونها چی کنن؟ سوء استفاده کنن. همکار عزیز، وقتی که صحبت از اشتراک گذاری اطلاعات و فایل ها در یک محیط مشترک می شود چندین پروتکل و روش وجود دارد که می توانیم از آنها به خاطر اطمینان از اینکه دیتا های ما شما حفظ است و از دسترسی افراد غیر مجاز اونها در حفظ هستند ما شما باید درباره چندین پروتکل صحبت میکنیم که درباره از اینها در سیشن های آنلاین و حضوری هم براتون صحبت کردیم. همکار عزیز صرف براتون یک مرور میکنم که یکی از پروتکل های انتقال امن فایل به نام SFTP مخفف Secure File Transfer Protocol است که یک نسخه امنیتی است از FTP مخفف File Transfer Protocol است. مثلا به خاطر فرستادن فایل ها ما شما از اینها چی میکنیم؟ استفاده میکنیم که اس به معنای چی است که به شکل امن این فایل های ما شما رو چی میکنن؟ انتقال میدن. در دنیای بیرونی که به میلیاردها افراد غیر مجاز و یا هم افراد ناشناس داده های خود چی میکنن؟ تبادله میکنن. پروتکل بعدی به نام SSH است و یا هم Secure Shell. این معمولا همکارای عزیز به شبکه ما شما رمزنگاری میکنه. این یک لوحه و یا هم یک شل امنیتی دومی یا لایه دومی را به شبکه های ما شما اضافه میکنه تا که از افراد غیر مجاز شبکه ما شما چی باشه؟ در امن باشه. پروتکل بعدی به نام HTTPS ورژن امنی از HTTP است. HTTP به معنای Hypertext Transfer Protocol. این زبان براوزرها است که من حیث ترجمان بین یوزرها و براوزرها استفاده میشه. تمامی چیزها را که ما شما در براوزرها جستجو میکنیم در URL جستجو میکنیم او توسط از این پروتکل بین براوزر و یوزر چی میشه؟ ترجمه میشه. پس HTTPS ورژن سکیورش است. تمامی اطلاعات محرمی که شما مثلا در یک اینپوت مثلا یک جای شما یوزرنیم و پسوردتان وارد میکنیم اگر پروتکل HTTP باشه یوزرنیم و پسوردتان در بخش URL نمایان است یعنی ناامن است. اگر شما از پروتکل HTTPS استفاده میکنین یوزرنیم و پسورد که شما در او بخش لاگین اضافه میکنین او در بخش URL نشان داده نمیشه. پس HTTPS یک پروتکل امنی است. چی است؟ HTTP. پروتکل های ایمیل امن. همکارای عزیز به خاطر از اینکه ما شما مثلا از پلتفرم های مختلف به خاطر فرستادن ایمیل استفاده میکنیم ما شما مثلا اوتلوک استفاده میکنیم، پروتون میل استفاده میکنیم، جیمیل استفاده میکنیم، یاهو استفاده میکنیم. هر یکشون از بعضی پروتکل های استفاده میکنیم. این پروتکل از مثلا مانند PGP مخفف Pretty Good Privacy است. SMIME Secure S به معنای Secure و MIME به معنای Multi-Purpose Mail Extension. همکارای عزیز این پروتکل هایی است که از لحاظ امنیتی اینها بعضی مکانیزم ها و یا تکنیک ها و یا روش های امنیتی را استفاده میکنن تا به خاطر فرستادن ایمیل های امن ما شما میتونیم این پروتکل ها را چی کنیم؟ استفاده کنیم. شبکه های خصوصی مجازی یا VPN درباره از زیاد صحبت کردیم. همکار عزیز VPN ما شما میتونیم به خاطر یک شبکه مجازی که اونها امن باشه برقرار میکنیم
و از افراد غیر مجاز ما شما در امن می باشیم و صرف ای همراه بی میتونه اطلاعات شریک بسازه و فرد سیومی یا افراد غیر مجاز نمیتونه به اطلاعات چی داشته باشن؟ دسترسی داشته باشن. رمزگذاری فایل ها همکار عزیز را چندین بار براتون تکرار کردم. قبل از اینکه شما فایل هایتان همراه همکارایتان شریک بسازین، کوشش کنین اونها را رمزگذاری کنین، فایل از یک کانال بفرستین و پسورد از یک کانال جدا. احراز هویت چند مرحله‌ای و یا هم تو فاکتور اتنتیکیشن که درباره از این ما شما زیادتر صحبت کردیم که یک لایه دومی به خاطر تایید هویت ما شما چی میشه؟ استفاده میشه. کانال های ارتباطی هم در پلتفرم های همکاری. همکار عزیز، ما براتون چندین کانال ارتباطاتی را ما براتون معرفی میسازم که ما شما به چی دلیل ما شما باید از این کانال هایی که براتون معرفی کردم با کدام دلایل ما باید از این پلتفرم های استفاده کنیم. نقطه اول امنیت اطلاعات، به خاطر از این که اطلاعات ما شما با دست افراد غیر مجاز نیفته، به این دلیل ما شما باید از این پلتفرم های استفاده کنیم. نقطه بعدی جلوگیری از نقض اطلاعات. یک افراد غیر مجاز در اطلاعات ما شما تغییرات و هم تحولات آوردن تانه، به می دلیل ما شما باید از این پلتفرم های هم استفاده کنیم. الزامات انطباق، هر سازمان و هم هر کمپانی از خود قوانین و مقررات می داشته باشه، به خاطر از اینکه قوانین و مقررات ما شما در ساحه عملی خود عملی بسازیم، پس به می خاطر ما از او پلتفرم ها و هم کانال های هم چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. اعتماد و اعتبار، یعنی صرف افراد مجوز بتانه به داده ها با خدمات کمپانی ما دسترسی داشته باشه و از دسترسی افراد غیر مجاز ما شما چی کرده باشیم؟ جلوگیری کرده باشیم. تشکر فراوان همکارای عزیز از توجه و حوصله‌مندیتان. باز هم یادآور میشم که ویدیو را تا آخر تماشا کنین و کویز شما باید سپری بسازین تا به مرحله بعدی شما راه پیدا کنین. تشکر فراوان همکاران عزیز، وقتتان خوش. اعلان نگهدارتان.